بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان، مانده نباشین. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ خیرت است؟ خوشحال هستم که باز شما رو میبینم و در خدمت شما هستم. فصل سوم، درس 21. چگونگی به میان آمدن تمدن‌ها و خصوصیات آن. در این مورد بیشتر آشنایی پیدا میکنیم، خصوصا در مورد نظریات دانشمندان در ایجاد و به میان آمدن تمدن‌های مختلف و خصوصیات آن. خود کلمه تمدن یک کلمه عربی است. در واقع تمدن یعنی شهرنشینی. معنای لغوی تمدن میشه، تمدن به صورت بسیار خلاصه میشه شهرنشینی. کلمه عربی است که در واقع شهرنشینی معنا میده. اما دانشمندان در این قسمت نظریات متنوع و مختلف دارن. از جمله ببینین چند تا از دانشمندانه که نظرش اینجا در درستان آمده و بیان میکنیم. نظر بعضی از دانشمندان و مورخان معروف. ابن خلدون، دانشمند و تاریخنگار معروف اسلام، چی میگه در این رابطه؟ ابن خلدون نظرش است که میگه تمدن بر بنیاد فرهنگ‌های بودوی به وجود آمده. تمدن‌ها بر بنیاد فرهنگ‌های بودوی به وجود آمده. یعنی چی؟ یعنی بنیاد و اساس تمدن را همون عنعنات و فرهنگ‌های بودوی و سنتی که در بین مردم همون منطقه حاکم بوده، همونها تشکیل داده. بعد میگه که از بین رفتن تمدن هم با حمله فرهنگ بودوی دوباره شکل گرفته. یعنی تمدن بر بنیاد فرهنگ‌های بودوی و سنتی همون منطقه به وجود آمده، همون مردم، و از بین رفتنش هم دوباره با حمله همون فرهنگ بودوی صورت گرفته. و از نظر ابن خلدون، مورخ معروف مسلمان ها، به میان آمدن و پایان یافتن تمدن ها به صورت دایروی است. یعنی بر بنیاد فرهنگ های بودوی به وجود آمده و همینطور با مخالفت فرهنگ های بودوی دوباره از بین رفته. این نظر ابن خلدونه. خب بعد نظر آرنولد تایبنی، یک مورخ و دانشمند بزرگ دیگه. نظر ایشان چیست؟ ببینین، ایشان بر این باور است که چالش و عکس العمل ها این خود به خود عامل به وجود آمدن تمدن ها شده. یعنی چی؟ یعنی زمانی که جامعه به چالش کشیده شده و مردم و جامعه عکس العمل نشان داده، این عکس العمل باعث شده که تمدن به وجود بیاید. به عنوان مثال، مشکلات پی در پی در زندگی انسان ها و تلاش انسان ها برای از بین بردن و رفع اون مشکلات، و یعنی ساده تر بگویم که به وجود آمدن مشکلات در زندگی انسان ها در جامعه و تلاش انسان ها برای راه حل پیدا کردن برای رفع این مشکلات، این در واقع عامل به وجود آمدن تمدن ها میگه آرنولد تایبنی. بعد ببینین، باور تعداد از مورخین دیگه اینطوری است که به دو گروه تقسیم میشن. گروه اول میگه که تمدن بشری یک منشأ واحد داشته، از یک حوزه باستانی آغاز شده، در یک جا به وجود آمده و بعد به جاهای دیگه نشر شده و پراگنده شده. به عنوان مثال، گوردن چایلت میگه که یکی از باستانشناسا، مورخین و دانشمندان معروف است. ایشان همین نظر را داره، میگه که تمدن بشری منشأش واحد بوده. آقای گوردن چایلت تمدن‌های مصر و بین النهرین و سند مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار داده و در نتیجه بعض نکته ها را برملا کرده. اون نکته ها چی بوده؟ شباهت هایی که بین این تمدن ها به وجود شباهت هایی که بین این تمدن ها وجود داشته. یعنی شباهت های بسیار زیاده که بین تمدن های مثلا مصر و بین النهرین و سند که ایشان مورد مطالعه قرار داده، شباهت های زیاد بین اینها وجود داشته و این به این باور ساخته که میگه تمدن بشری در واقع منشأ واحد داشته. و آقای گوردن چایلت آغاز تمدن ها را مصر کهن میدونه. میگه
تمدن در واقع از مصر کهن شروع شده، منشای اصلی تمدن مصر است و بعد در شهرهای دیگه یا در جاهای دیگه نشر گردیده. گروه دوم به این باور نیست. نظر گروه دوم چیست؟ گروه دوم از مورخین و دانشمندان منشای تمدن‌ها را یکی نمی‌دانند، برعکس گروه اول است. اینا نظرشان چیست؟ اینا نظرشان این است که میگن تمدن نظر به شرایط هر منطقه به وجود آمده، یعنی تمدن‌ها هر کدامش نظر به شرایط همون منطقه به وجود آمده و همونجا انکشاف کرده، یعنی تمدن‌ها در یک جای به وجود نیامده. تمدن مثلا مصر در مصر، تمدن بین النهرین در بین النهرین و همینطور مثلا تمدن بلخ در بلخ. تمدن‌ها میگه هر کدامشون نظر به شرایط منطقه به وجود آمده و نظر به شرایط منطقه و جامعه اونجا رشد کرده و انکشاف نموده. حالا به خصوصیات تمدن‌های اولیه اشاره میکنیم. ببینید چی خصوصیات داشته. در مجموع 4 تا خصوصیت بزرگ داشته تمدن‌های اولیه بشر که ما این 4 تا را به ترتیب بهش اشاره میکنیم و معلومات میدیم. یکی ببینید خصوصیت اول انقلاب شهری است. در حدود 3000 سال قبل از میلاد یک مرحله مهم تمدن شکل گرفت و اون چی بود؟ با وجود آمدن شهرها، تأسیس شهرها، با وجود آمدن شهرها. خب وقتی شهرها به وجود آمد، مردم ساکن شد، خود به خود وارد یک مرحله جدیدی از تمدن شدن. یک مرحله بسیار مهم تمدن در واقع تأسیس و تشکیل شهرها است. با ایجاد شهرها خود به خود زراعت و مالداری از هم تفکیک شد، جدا شد. چرا؟ ببینین قبل از این که مردم شهرها را به وجود بیاره در یک جا ساکن نبودن، میامدن در یک جای مثلا همونجا مالداری میکردن، زراعت میکردن، زراعت‌های موقتی و بعد دوباره از اونجا کوچ میکردن، به صورت کوچ‌نشین دائم بودن. ولی وقت شهر ساختن دیگه ساکن شدن، برای زراعت خود فکر دائمی کردن، یعنی قسم زراعت کردن، به زراعت و کشاورزی پرداختن که سالیان دیگه هم بتونن از اونجا بهره برداری بکنن. بعدی خود به خود جداسازی زراعت و مالداری در تشکیل شهرها خودش تأثیر مهم داشت. شهرها ببینین یکی از نکات دیگه‌ای که در انقلاب شهری بسیار مهم بود این بود که شهرها مراکز تغییرات دینی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بود. یعنی تا شهر به وجود نمی آمد این تغییرات به وجود نمی آمد. چرا؟ چون وقت مردم در یک شهر ساکن شد در همون محدوده ساکنه دیگه، همونجا اینا مردمی که در یک شهر دیگه ساکنن در یک محدوده دیگه ساکن میتونه باشه و خود شهرها باعث به وجود آمدن و تغییرات دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی میشه. خب این انکشاف را در واقع تاریخ نگارا انقلاب شهری میدونه. همین انکشاف به وجود آمدن شهرها که گفتیم یکی از مراحل مهم تمدن به وجود آمدن شهرهاست که در شهرها موضوع زراعت و مالداری از هم جدا شدن. در تشکیل شهرها این موضوع نقش داشت. شهرها مراکز مهم تغییرات دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود. چرا؟ ببینید من یک توضیح بهتون، مثلا خود تا شهر نباشه که اونجا مسئله سیاسی به وجود نمیاد. چرا؟ از چی دفاع کنن؟ باید شهر باشه، در یک شهر ساکن باشی تا از اون شهر دفاع بکنی، دور شهر را دیوار بکنی، احاطه بکنی. خب و همینطور مسائل اقتصادی. این مرحله اول. مرحله دوم یا خصوصیت دوم تمدن‌های کهن ساختارهای نظامی و سیاسی بود. ببینین همزمان با زندگی شهری، یعنی زمانی که بشر قدیم در شهرها ساکن شدن، سکنا گزیدن، اینا مجبور شدن به اون شهر دیگه وقت سکنا گزیدن برشون خانه بسازن، برای که شب از دست حیوانا راحت باشه، برای که مثلا از بادها راحت باشه، برای که مثلا از باران و برف راحت باشه، برای که مثلا در تابستان در اوج گرما از سوزش زیاد و حرارت داغ آفتاب راحت باشه، در مجموع از گزنده و حوادث طبیعی راحت باشه. خوب اینا خانه ساختن. وقت خانه ساختن خود به خود
جمعیتشان زیاد شد، تشکیل ادارات حکومتی شکل گرفت. چرا تشکیل ادارات حکومتی شکل گرفت؟ به خاطر رفاه و رشد و ترقی جامعه. وقتی بشر در یک نقطه ساکن شد، یک مجموعه خود به خود یک جامعه را تشکیل داد. اینا با هم دائم دیگه در این نقطه زندگی میکردن. بعد به خاطر رفاه و رشد و ترقی اینها طبیعی بود که ادارات حکومتی شکل گرفت. بعد برای حفظ ادارات حکومتی و حفظ شهرها، حفظ خانه ها نیاز به نیروی نظامی پیدا کردند و این گونه بود که نیروی نظامی تشکیل شد. پس خصوصیت دوم تمدن‌های کهن ساختارهای نظامی و سیاسی بود که خلاصه میکنیم همزمان با زندگی شهری خود به خود تشکیلات اداری و حکومتی تشکیل شد. بعد چرا؟ به خاطر رفاه و رشد ترقی جامعه. به خاطر رفاه، رشد و ترقی جامعه خب ادارات حکومتی تشکیل شد. بعد برای حفظ این حکومت و حفظ این شهرها بازم نیروی نظامی خود به خود تشکیل شد و همینطور برای گسترش قلمروشان نیروی نظامی هم برای حفظ و دفاع و هم برای گسترش قلمروشان نقش اساسی داشت. خب خصوصیت سوم تمدن‌های قدیم، خصوصیت سومش ساختار اجتماعی جدید بر اساس نیروی اقتصادی. چطور؟ ببینین مثلا یک ساختار اجتماعی جدید در جامعه شکل گرفت وقتی شهرها به وجود آمد. مثلا پادشاهان یعنی حاکمها، روحانیون، حالا از هر دین و آیین و مذهبی که بودن، طبقه‌های بالا، رهبران سیاسی و جنگجویان، اینا در صدر جامعه قرار گرفتن. اینا کسایی بودن که از نعمت‌های خوب در جامعه برخوردار بودن. جایگاه اول جامعه مربوط اینا بود، متعلق به اینا بود و اینا با گرفتن احرام قدرت جایگاه خود به عنوان جایگاه اول در جامعه تثبیت کردن. ببینین بعد مورد دوم مورد زارعان و صنعتکاران بود، یعنی مردمانی که به کشت و زراعت مشغول بودن و در صنعت مشغول بودن. اینا کسانی بودن که طبقه دوم را در جامعه تشکیل میداد. پس طبقه اول جامعه بود پادشاهان و روحانیان و رهبران سیاسی و جنگجویان که اینا با به دست گرفتن قدرت خودشان هم ممتاز از دیگران میدانستند. طبقه دوم در جامعه در ساختار اجتماعی زارعان و صنعتکاران بود. طبقه سوم که بود؟ طبقه سوم یا طبقه آخر غلامان و کارگران بود که اینا از کمترین حقوق و کمترین رفاه و آسایش برخوردار بودند. این یکی از خصوصیت‌های مهم تمدن قدیم بود که در ساختار اجتماعی با وجود آمدن شهرها و تمدن خود به خود جامعه به این سه شکل تقسیم شده بود، به سه طبقه. طبقه اول طبقه مرفه، پادشاهان، روحانیون، رهبران سیاسی، جنگجویان. طبقه دوم زارعان و صنعتکاران که طبقه متوسط بودند. طبقه سوم یا طبقه ضعیف هم غلامان و کارگران بودند. خب خصوصیت چهارم تمدن‌های کهن و قدیم چی بوده؟ ببینین خصوصیت چهارمش تشکیلات دینی بود. در مدنیت‌های اولیه و بسیار کهن تشکیلات دینی جایگاه خاص نداشت، ولی بعد از این که قسمت از جامعه به انحراف کشانده شد و از مسیر توحید منحرف شد و باعث آغاز جریان‌های مشرک گردید، خود به خود خرافات از طریق ساختارهای دینی به منظور تلقین مردم آغاز گردید. ببینین بعد از اینکه یک تعداد در جامعه منحرف شدن، اینا باعث شدن که جریان‌های مشرک خود به خود در جامعه شکل بگیره. آغازگر جریان‌های مشرک در واقع اینها بودن که منحرف شده بودن و بعد با ترویج خرافات از طریق ساختارهای دینی به منظور تلقین مردم خب شروع کردن. مثلا برای ارباب الانواع کاذبشان در جامعه جایگاه خاص و نقش مهم
تبلیغ میکردن، یعنی برای ارباب الانواع کاذبشان جایگاه خاص و نقش مهم در موفقیت جامعه قائل میشدن و تلاش میکردن که تلاش میکردن برای انکشاف مدنیت به وجود آمده، یعنی تلاش میکردن که اعتقادات خود، این چیزی را که به وجود آمده بود با انحراف جامعه، ایره خود به خود سعی میکردن که ایره بیشتر ترویج بکنن و خود این در ساختار سیاسی نقش اساسی داشت، چون اصلا موضوع دین و اعتقاد همیشه در ساختار سیاسی نقش کلیدی داره، از قدیم هم نقش کلیدی داشته. خب نقشه افغانستان است که در پایان درس هر روز میبینیم. نظریه دانشمندان در قسمت به میان آمدن تمدن‌ها خوندیم که گفتیم دو نظر دارن. یک تعداد میگه که منشأ آغاز و به میان آمدن تمدن‌ها یکی بوده، یک جایی بوده، مثلا مصر بوده. بعد گروهی از دانشمندان هم میگه که نه، تمدن‌ها از یک منشأ و از یک جا شروع نشده، بلکه هر کدام در مناطق خاص به وجود آمده و در مناطق خاص با شرایط که منطقه داشته اونجا انکشاف کرده. تمدن کهن ما در بلخ به وجود آمده، همونطوری که در درس‌های قبل خواندیم، و در بلخ و در افغانستان یا آریانای قدیم انکشاف کرده. تمدن‌های مختلف در افغانستان به وجود آمده و انکشاف کرده. علتش هم گفتم که چون تمدن و کلتور و فرهنگ‌هایی که از جانب کشورهای دیگه وارد افغانستان میشد، در اینجا نقطه برخورد بود. بعد مردم افغانستان اینا رو میپذیرفتن، ولی بر مبنای فرهنگ اصیل و بومی خودشان ترکیب میکردن و یک مدنیت جدید را به جهانیان عرضه میکردن. سوالات درس هم میخوانم ایزان دقت بکنین. سوال اول، در مورد به وجود آمدن تمدن نظر آرنولد تایبنی چی بود؟ کی میتونه جوابش بگویه؟ شما استاده شوین بگوین چی بود نظر آرنولد تایبنی؟ بله، مشکلات پی در پی انسانها را وادار به تلاش نمود تا تمدن امروزی به وجود آمد. بیخی درست است، یک چک کنین برش. سوال دوم، در مورد منشأ تمدن نظر دانشمندان را بیان کنین. در مورد منشأ تمدن دانشمندان چی نظر دارن؟ شما استفاده شوین بگوین. بله، منشأ تمدن ها یکی نبوده، شرایط محیطی هر منطقه باعث انکشاف و به میان آمدن تمدن گردیده. بیخی درست است، بشینید. خب نمونه سوالات کانکور را براتون میخونم، دقت بکنین. سوال اول از سوالات کانکور: کدام مورخ سرچشمه تمام تمدن‌ها را از مصر عنوان کرد؟ مربوط فرم دوم میدان وردک است. گزینه اول گزینه آ تایبنی، گزینه دوم گزینه بی هرودت، گزینه سوم گزینه سی ابن خلدون، گزینه چهارم گزینه دی گوردن چایلت. کدام اینا بود پاسخ درست؟ بیخی صحیح است. گزینه چهارم گزینه دی جواب درست سوال است. خب سوال دوم از نمونه سوالات کانکور میخونم، دقت کنین. کدام کشور در سال 400 میلادی از مجسمه های بزرگ بامیان دیدن کرد؟ خب مربوط فرم تخار است. گزینه‌هایش میخونیم. گزینه اول گزینه آ روسیه، گزینه دوم گزینه بی انگلستان، گزینه سوم گزینه سی فرانسه، گزینه چهارم گزینه دی چین. کدام صحیح است؟ ببینید دقت کنیم کدامش صحیح است. گزینه چهارم گزینه دی صحیح است. آفرین. خب سوال سوم از نمونه سوالات کانکور میخونم، دقت کنین. تحقیقات رسمی باستانشناسی در افغانستان در کدام سال آغاز شد؟ مربوط فرم ششم بدخشان است. گزینه اول گزینه آ 1928 میلادی، گزینه دوم گزینه بی 1918 میلادی،
گزینه سوم گزینه سی 1922 میلادی، گزینه چهارم گزینه دی 1932 میلادی. کدام گزینه پاسخ صحیح است؟ با هم میبینیم. گزینه سوم یا گزینه سی جواب صحیح سوال است، 1922 میلادی. سوال چهارم از نمونه سوالات کنکور نمیخونیم، دقت کنین. مجسمه های بزرگ بامیان در کدام قرن میلادی ساخته شده است؟ مربوط فرم اول کاپیسا سوال. گزینه اول گزینه آ دوم یعنی قرن دوم میلادی، گزینه دوم گزینه بی قرن پنجم میلادی، گزینه سوم گزینه سی قرن چهارم میلادی، گزینه چهارم گزینه دی قرن چهارم و پنجم میلادی. کدام گزینه جواب درست است؟ ببینیم کدامش صحیح است و هم میبینیم. گزینه چهارم گزینه دی جواب درست سوال است. خب کار خانگیتان هم دقت کنین عزیزان. یک درس از روی کتاب با دقت تمام میخونین. این خواندن درس بسیار نقش داره، حتما درس از روی کتاب با دقت بخونین. دو، در مورد چگونگی به میان آمدن تمدن خودتان لکچر بتین. درس وقت خواندین میتونین این کار رو بکنین، در مورد چگونگی به میان آمدن تمدن لکچر بتین. موفق باشین. تا جلسه دیگه همتون به خدا میسپاریم. به امان خدا. خداحافظ.